سلام تو خیلی خوش اومدید به چنل من ایکس فور هستم. بچه اومدیم یه رژیت نابی آوردیم دست کنیم بزنیم پرواز کنیم. بچه امروز کیفیت صدا یه ذره بهتر از قبلنه دیگه، زیاد بالا نمیره. آره دارم میبینم من چون با کاریم هسته صدامو رکورد میکنم. مثلا میرفت قبلا تا حد قرمزه، چون الان من هنسفری گرفتم و هنسفری از دیجیکال هم امروز اومد بسن و دیگه اون کیفیت صدا خیلی بلند نمیده بهم. خیلی خوبه. خب بریم ببینیم چی کار کردیم ما رژیت عشق. تا ساعت 2 بعد ویدیو رو به شما تحویل بدم، شما ببینید عشق کنید پرواز کنید. یا لوش از اونجا رو میزنی. بریم ببینیم داداش عشق عشقی داداش بخ داداش الان می پدرت میخو من چرا خال منطقیه داداش. داداش خدافظ داداش. این چی بود خوردی؟ عشق بیتاب تو قبرستون میپاپ بیت باکس چیکی چیکی بوم بوم بوم. دوستان من شم رضا پیشو گوش میدادم. اولین بار که هست بریم اومد داشتم با اینکه فول نخورد ولی چرا اینجوری مردی لاشی؟ انا آوردم تو هنسفری لاشی ها. اصلا بریم یه ویدیو نپ بگیریم میاییم. چرا صدای گام واسم نمیاد؟ مردی که لاشی صدای گانم کو؟ مهم نیست بابا. خیلی اینترنت ایران خوبه، خیلی خوشم میاد، خیلی خوبه. طرف جلو من نتونستم بزنم، یعنی چه وضعشه؟ این بار باید بزنم نمونونم. این باید فول میخورد، این باید فول میخورد. خیلی خوش گرفت. آجا آقا بریم یه دست بزنیم میگیم این دیگه باید ریلودم. عشق بیتا من اصلا فوش نمیدم مثل هیپ هاپ بیتس باکس چیکی چیکی بوم بوم بیتس بیت چیکی بوم بوم. عشقی بیا بریم پلی بدیم ها ها ها. اسپیدی نیستم چی بود اسمش؟ ایسی 80 چیت بچه ها این تامیل ها که میبینید من ترده میکنم از 1 تا 1 چند نمره میدی؟ این چی بود؟ لاشی بذار بازه شروع شه بعد بزن. عشق تو قبرستون هیپ هاپ بیتس باکس چیکی چیکی بوم بوم بیتس چیکی چیکی بوم بوم. بچه اگه تا اینجا ویدیو رو دیدین گوش بدین که چیزی میخوام بهتون بگم. سنس پک قبلی با این پک میخوره و سنس پک قبلی بهتون میدم، دی پی پک قبلی بهتون میدم و دکمنتری پک قبلی هم بهتون میدم. برید اینا رو بزنید عشق کنید داداچا. حالا خودتونم سنس چیدین روش بچینین، گوشی خودتون راحت ترین به نظر من. حالا مهم نیستش. خب 20 تا تیر میزنی یعنی چه؟ یعنی چی؟ نه سونیا داشتم نه چیزی مردم. منطقیه. این دست بابا خور میزنه بابا خور. این ویدیو از لفاظ رکیکی استفاده می شود. فقط یه ذره تو این ویدیو با ادب و خوشحال هستم. عشقی داداش بزنش عشق کنی. فولت لاشی داداش سایم نکنی. کدوم وری تو؟ این وری. سلام داداش. دوستان خب میخواستم بگم بهتون که اینجاست که زدم هیچ باهاش خوردم. نام آره بچه اگه دیروز بدون رمز بود توی کانال تلگرام، امروز بذاریم بریم بگیرین. شما اگه نگرفتین تو تلگرام و چنل تلگرام تو کامنت ها اینا هستش، کامنت های ویدیو قبلی. و
این پک باید برین تو رار بزنین. حالا من تونستم میذارم تو رار، اگه نتونستم خالی میذارم واسهتون بدون رمز دارم. اگه تو رار بود رمزش 890 90 نه 809 بچه‌ها خراب شد. 809 بچه‌ها لایک کن تو حسابیاتون رو دوباره دارم میگم. زنگوله رو بزن زنگوله. سلامت ها. صفحه چرا گیر کرد؟ لگ خار و مادر. ماره چه هدایی میخوره اصلا لامصب اصل گلوم گرفت یا گو خورد. آره دو چه پول نخور لاشی پول نخور لاشی. این چی میگه؟ کارنا کلا خودش جن داره تو بازی، ولی چیت میزنی میاری اینجا یخ میکنی لاشی. یعنی فردا این ویدیو شهر بیاد میگم چجوری اونجا یخ بکنیم. خب به درد احمد میخوره رو یخ کاشر اونجا. چند تا امده بزنیم عشق کنید، بعدش هم چند تا دیدت بزنیم. نه میخور. چی خورد؟ اصل خورد بچه ها، اصل. عشق بیدم زنزونه هیبا بیت باکس چیکی چیکی بام بام بیت باکس چیکی چیکی بام بام. بچه ها امیدوارم که کپی رایت نداشته باشه ایشالله. من 2 تا تیکه از 2 ثانیه شو خوندم. ایشالله کپی رایت ندارید. رضا پیشو عشق کپی رایت نمیزنه. بذار جنرال و اینا هم بهتون بگم. جنرال 98 رد دات 90 و بریم سراغ بقیه چیزا. سلام دوستان، خیلی خوش اومدید چنل من ایکس فور هستم بچه‌ها. اومدیم به ویدیو جدید از چنل من. بچه‌ها اومدیم این بار آموزش رژیت چجوری بزنین ببینین که این کوتاه‌ترین رژیته و به نظر من رژیت خوبیه. روز به روز داره پکامون بهتر میشه، بهتر پیدا میکنم ستون دیگه، بهتر میگیرم، بهتر خرج میکنم. حالا یه پیامی رو مثلا کار دیسکورد دوستم اومد. ببینید چجوری من میزنم. نکنید بیف خط فاصله داره، بعد اون خط فاصله و یه نقطه هم داره، بعد اون نقطه رو کپی کنید. آره حالا داری سنس و دی پی مربوط به پنل قبلی رو بگم که به پنل امروز هم میخوره. سنس 90 اولی 98 جنرال 98 رد دات 92 چیه 90 و اون داشتی گلمون که بهتون بگم یه دکمه تیر 27 میتونیم بذارین، 22 میتونیم بذارین، 30 میتونیم بذارین. نمیخواد دو فشار بیاریم مثلا 100 سری بیاریم بذارین 30 20 بذارین 40 50 60 کم کم بیاریم پایین. و دی پی ایش هم 600. حالا خودتون نخواستین دی پی آی بالا ببرید بذارید عادیتون باشه 411. خودتون ببینید چجوری میزنم چجوری. دوستان یه گیم پلی هم قراره بیاد. حالا من دیروز تو تلگرام گفتم، نمیدونم هر کی دیده باشه گفتم، ولی خب اشتباها گفتم چون واسه فرداست. امروز رژیت دیدیم، رژیت خوبی بود، همین دلیل دیگه نتونستیم بزنیم. واسه کسایی که اولی بار میذارم رو توشون رو خاموش نکنم و دوباره برم تو گیم. من اونجوری نیستم، من یه بار کردم و دیگه نمیکنم چون پک برام ایمان میشه. آره چیتم. خب بچه اینم آخرین چیزه که بزنید و بریم. لایک و کامنت و سابیاتون نره. بریم سراغ گیم پلی. عشق من دید فعلا بوس بای. زنگوله رو آن کنید. زنگوله